آقای زرتبش biz daha 2 dakika burada kalmayacağız. ما از اینجا میریم. بله. گالیس بمونید. ما نمیتونیم. ما قرار بود 3 روز اینجا بمونیم ولی 2 دقیقه da burada kalmarıq. بله. داده نانم هی ببخشید. باغشلا میگه ببخشید. لطفاً بشینید اوتور. متاسفیم. چرا از اتاقتون راضی نیستین؟ براکو خیر. چرا کو خیر؟ چرا؟ اینجا خوب نیست. شرایط این هتل اصلا خوب نیست. داده نانم انگار یه اسب آبی تو اتاق ما آرخ زده. گارپوز معذرت نه من معذرت شما به ما خربوزه حواله میدید؟ نه قرار بود برای عصرونه برای شما گارپوز همون خربزه بیارم. ببینم اگه شما اتاق 501 نیستید. چرا؟ خب اتاق 501 که رو به دریا باز میشه. درسته. مگه اون مرغای دریایی که هماهنگ کردیم 10 تا مرغ دریایی ناشتا از جلوی پنجره شما رد نمیشه؟ چرا رد میشن؟ خب ایراد چی بود؟ مگه اتاق شما همون تختی نیست که وقتی روی تخت میخوابید برای شما لالایی میگه و شما رو چرا؟ تختش هم بسیار عالیه. لوستشو که روشن میکنید مگه برای شما گل نمیپاچه؟ چرا؟ حمامش وقتی میرید داخل دوشو باز میکنید نورافشانی نمیکنید. چرا؟ ولی آقای زرتپشن biz 2 دقیقه da burada kalmarıq. من خواهش میکنم گارپوز کل باشون کل باشون. میگه خاک پسرم بپذیریم به هر حال آدم محترمیه. ولی اتاقتون بوی سموری میده که فرموسیده. اتاق شما بوی گند میده. خیلی. ما نمیتونیم بخوابیم. زهلم gedir otağızdan. اون که تو اونجا نفهمیدم. دهنش بازه. زهلم. اون توالت فرنگیه. همون بو کیم میده. کلن توی اتاقتون بوی گند میده. الانم این بو اینجا داره میاد. فکر کنم بو خود شما بو گم میدی. زهلم gitmiş. نه گدک. نه خواهش میکنم. خب یه چیزی بگو ما بشینیم. من ببخشید باغشلا. ببخشید. مترجم نداریم؟ نه رفته تا سر خیابون برگرده. اون داره زیاد میشه آقای زرتپشن. من میتونم یکم اینجا رو تست کنم شاید اتفاق خاصی افتاده باشه. الان شما نگاه کنید خودتون اصلا بو کنید ببینید اینجا بو میاد یا نه. کل این هتل گلشونم بو فاضلاب میده. یه لحظه من معذرت میخوام. شما یه چرخ بزنید آقا. به من چه ربطی داره؟ آقای جوان بابا به من میگه یه چرخ بزن. من احساس میکنم شما بیا اینجا. خجالت چک. من uşağımla ne istiyorsun؟ نه اشتباه نکنید. uşaqlarتون یه مقدار دهنش بوی گارپوز. البته نوبارمخ. چی میگی؟ نو پرابلم. ببینم اینجا چرا پرابلم؟ مشکل نیست. دهنتو باز کنید دست پسرم. uşaq senin ağzın qoxayır. خواهش میکنم بفرمایید من یه حرف خصوصی با بچم دارم. آخو آچ. انگار در سطلاشال رو باز کردن. آره فکر کنم در سطلاشالتون بازه. چرا دهن تو بو میده؟ بو میده؟ sen beni bağışla. Sen beni bağışla. باغشلا اتر. دیشب فکر کنم غضب فاضلاب برامون آوردن. ببینم شما آقا پسرتون مسواک میزنه؟ بله مسواک هتل رو زده. مسواکای شما ایراد داره. biz burada kalmarıq gedək. معلوم شد از مسواکای هتل شما. باغشلا. باش. این چیه؟ من یه مقدار دهنتو باز کن. ولی ایراد از مسواکای شماست. آقا ما هتل رو ترک بله. نه ترکی. اگر مسواکای شما درست بود الان هتل رو شما نباید دهنت من چه مشکل داره؟ آقا اینفورمیشن نرید خواهش میکنم. من سیدم پلیز بمونید. سیت داون. پس این بو رو چطور از بین ببرید؟ ببینید شما حتما اجازه بدین.
از این چی؟ ایرادی نداره. یه دونه اینا بذار تو دهنت. آها. ولی تو مسواک زدی نباید دهنت بو بده. بله پدرم شما گفتی منم انجام دادم. از کدوم مسواک استفاده کردین شما؟ همونی که بزرگ است بغل تمساح میذاریم. 2 تا مسواک بزرگ. اون اینقدیه. اون مسواک بزرگه برای شستشوی دستشویی، شما از اون نباید اون استفاده می‌کردین. نه 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 جلوی آینه 2 تا مسواک بود. من خودم بهش مسواک دادم. سن ندیرسن. دور گدک. من آقا باقشلا بابام بود. خواهش میکنم باقشلا. شما یک مسواک ندارید اونجا بچه من مسواک بزنید؟ داریم، شما حتما دقت نکردید. تو خواهش کدوم میکنم. مسواک رو زدی؟ اون یکی. خب اون بزرگ اصلا به دهان ایشون نمیخوره آقا. شما باید از مسواک مخصوص کودکان استفاده میکردید. اون اینقدر بود. یک زنگ میزدید به خانه داری، ما براتون میآوردیم. مگر مسواک بچه ها با بزرگا فرق داره؟ بله آقا، نرمش روی مسواک بچه ها، اون فرچه‌ای که روش هست با مسواک بزرگترها فرق میکنه. لثه بچه ها حساسه. پهتدوننم هی. واقعا پهتودنی ننت هی. شما باید دقت کنید. مسواکی که برای بچه ها هست، خمیر دندونی که برای بچه ها هست، مقدار موادی که توی خمیر دندون بچه ها هست فرق میکنه آقای عزیز. شما به ما یه زنگ میزدید، ما با کمال احترام برای شما گارپوز ببخشید معذرت میخوام برای شما میآوردیم. واقعا من ممنونم. درست میگه پسرم. بله شما باید مسواک مخصوص بچه ها رو بزنید. اشتباه شد. اشتباه شد. Çok sağ ol. اجازه بدید من ازشون تشکر کنم. Biz kalırız burada. ممنون که میمونید. قربان شما. ممنون. خب بریم توی اتاق. خیلی خوش اومدین. خداحافظ.